بچه ها اومدیم سوپرمارکت بین راهی، یه چند تا چیپس عجیب غریب دیدم، گفتم بخرم با هم دیگه الان تستشون کنیم ببینیم چیان. اولیش که گوشت و پنیره، این شکلیه، ازش کنیم این شکلیه، همشو بهتون بگم. همه خیلی شوره، طعم باربیکیو میده، اصلا طعم گوشت نمیده. بعدی با طعم چیزبرگره. من باز کنم، از کجا باز شد؟ چیزبرگر. خیلی خوشمزه است این، ولی طعم چیزبرگر نمیده، طعم یک کوچولو هم پنیر میده. بعدی که براش خیلی هیجان دارم کروتون سزاره. این نونایی که تو سزار میریزن اوناست. نه دقیقاً طعم نون و سیر میده، خیلی خوشمزه است.